میکنه. این مسیر اولی است که سعید خلطبری پا به گاز ده این پیست رو به جاده زده، موانع رو باید پشت سر بذاره. 4 خص رو از مرزهای ایران عزیز برای ما افتخار آفرینی و پرچمداری کرده. حمزه یه قهرمان ملی است. پیست امروز هم حضور داره. اقتدار حمزه رو با هم دیگه ببینیم و نمایش او رو با هم دیگه لذت ببریم. قهرمان خوب نامدار و پرآوازه رامسری ما اینجاست. این شما و اینا حرکات حمزه قربانی. این زیر صدا کمتر. خب این صدای ماشین رو بشنوید و لذت ببرید. حمزه قربانی رو چه کار داره میکنه حمزه؟ قهرمانه. حمزه به خاطر شما داره چکاف میکنه تو این پیست، وگرنه خیلی راحت و ساده میتونه پیست رو پشت سر بذاره. تشویق کنید این قهرمان پر افتخار ما رو. ماشاءالله حمزه، لذت ببری از صدای ماشین حمزه و اقتدار او. بیمون تشویق های شما هستیم که کولاک بابا کرده سعید خلطبری. فشار او بر ماشین و اصرارش برای اینکه با تایم بهتری بتونه خط رو به پایان برسونه. این مانیست، این چالش جلولای آب و خط و پایان و تپر و سعید میره تا به پایان برسونه. من خواهش میکنم حداقل قهرمان شماره 102 رو شاهد باشیم، ببینیم تکلیف او در این پیست به کجا خواهد انجامید. بریم شماره 102 و این هم چالش های آخر رو شاهد باشیم، ببینیم کار رو به چه شکل به پایان میرسونه و خارج از مرزهای ایران عزیز رو ببینیم. کسی که در تورهای معتبر بین‌المللی هم برای پرچم مقدس و سرنگ ایران ما جنگید و پرچم رو به اعتزاز در آورد. قاسم محمدزاده اینجاست. میانه کتالو. وای 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 چقدر راحت چکاف او رو ببینیم. خیز وای وای چی شد؟ یکی بره کمک کنه. چی شد؟ پیسته برن عزیز. فقط مسئول حسین آقای بنی هاشمی حضور داره. فقط مسئولین. بریم با محمد بحری. مسیر اول رو که داره سعی میکنه تا در لاین 2 کارش رو شاهد باشیم و نظاره‌گر باشیم، ببینیم چه کار خواهد کرد و چه تایمی رو دوباره در خط پایان برای او ثبت خواهند کرد. این محمد بحری است با شماره 109 قهرمان ما در بخش بانوان. رومینا کاشفی قسمت ماشاءالله رفت برای دوره پیشی رو در لاینه 3 و بعد از اون ببینیم در خط 4 و حساس تحصیل خط شماره 4 انتهای مسیر با رومینا کاشفی بانوی خوب و قهرمان ما رو ببینیم به کجا خواهد انجام. ماشاءالله ببینیم چه خواهد شد. ماشاءالله ماشاءالله تشریف. واه واه بابا واه بابا. حالا چالش آخر با اینا بابایی قهرمان ارزنده اتومیرانی شهرستان رامسر. ببینیم چه خواهد شد. او رو هدایت میکنه به پایان مسیر و میتونه. بله چه کار کرد. ماشاءالله این شیر دختر رامسری.